خدایا احمد جان اومدی پسرم؟ آب سیب برات گذاشتم. مامان جان دست در نکنه. این که چرا آبه ولی خب دست در نکنه. نه عجب شیرینه. میدونم بعدا چیز بگم نمیشه. دیدی من میشکنه اصلا. اصلا مال دنیا همه. میگم که اصلا مال دنیا هیچ ارزشی نداره. همه اینا جبران پذیره. عجیب ویدیوی عجیبی هم درست میکنن. گردنم آخ گردنم درد میکنه. یکم آروم طرف بزنم اونا مامانم بیا نشه بازی اینقدر قور میزنه اصلا دهن ما رو سرویس کرده. Run. بابا چرا اینطوری میای؟ سکته کردم ای خدا. بابا من که به تو نگفتم بخواب ها؟ چرا هر روز نخوابیدی؟ بابا من خوابم نمیاد چیکار کنم؟ ای بابا همش دهن ما رو سرویس کرد میگی خوابت نمیاد چیز کردی. آدم اگه خوابش بیاد میخوابه وایساده اصلا بخوابی خوابت میبره. بخوابی خوابت میبره؟ اصلا تو قدر مامانتو نمیدونی. من چیکار کنم که ساعت آخر ببینم اصلا کارا که اینطوریه. خودت و اون همسه بغلی کسافت رو کار کردی با همسه جلوی رو با همون بابای کسافت رو نمیخوره. اینطوری نمیشه. باید احمدو یه طوری دیگه بیدارش کنم. باید کاخ داشته باشم و من از داشته باشم. این کار منه. من باید اینو بیان کنم. احمد بلنجو احمد چون یه کار بدم. احمد چون سر شد ریختم. وای ریختم وای بگم روش دادم. چقدر بار بگیده نیزی خواهده دارم. احمد برنامه نشون دادن. احمد تو چه که داره میزونه. احمد شیرمرغ احمد من سفاقم شیرمرغ درست کردم. احمد بودم سفاق تو رو خاله بودم چو احمد بدم چو سراخ سراخت میکنه رسول درم چی. ماما چه خبره؟ ماما به داشت شامه بودم بکنم. ماما این توف تو اون قبرشون کسافت یه نهار نذاشتن برامون. واقعا اصلا من حلالش نمی کنم. خانم بفرمایید غذاتون. غذا اتفاقات خدا رحمتش کنه دیدم به سبزا گفت جام خوبه. گفت شما هم منتظر شما هستن. فقط شما تو خونه کفش میپوشین؟ خانم اینا جورابنا جوراب با کیفیت. مامان با تو هم. مامان با تو هم. چی میگی نذاشتی غذا بخورم؟ من یه نمه دل درد دارم. میشه بیای دم در واسه فتح روشن کسی نفهمه. نه ترس اطلاعاتمون خیلی محرمانه میمونه. هیچ کسی که اینجا هستی بچه من جیش شد. اگه میخواد بیاری نگاه کنین. اگه با من نگشم بدون من نگاه بدید. من جیش دارم. آخ مامان دست در نکنه. من واقعا سیر شدم. تو غلط میکنی باید برم تو حلقه لعنتی بکنی. مگر نه میسپرمت کمربند بابا. مامان خیلی خوشمزه. یه کم دیگه هستش من بخورم. منم بخور که نون که برام توی کتابت حروم میکنی. این نون خوره حیف نون